چی شده بابا؟ بهم زنگ زده بودی. به والله ولی العظیم بگیرم دهن تو میگم. چت شده؟ به خدا این بار من به کولر دست نزدم. رتبه کنکورت رو دیدی؟ انقدر زیاده که نمیشه خونده. همه نباشه بابا، هرچی بالاتر باشه اتفاقا بهتره. اصلا هم قصه شو نخور، من ترکوندم، همه درسامو فول بودم. بابا کسچه نگو کونده خال. صفحه سنجش انتو دیدم، کیر خرسازی جنده آبادم قبول نشدی. نمیدونم چی جوری رفتی تو صفحه سنجش من، اما اینو بهت بگم من بالا نمیام چون کونم میذاری. معلومه که میذارم، یه جور کونت میذارم به فردا صبح نرسی. سب کن من خرش کنم. پسرم میدونم تو تمام تلاشتو کردی، عیبی نداره، ولی باید راجع به استعدادت صحبت کنیم. بیا بالا که نمیام، ولی از همینجا بهت میگم به چه کاری علاقه دارم بابا جون. وقتی رتبتو دیدم هرچی تریاک کشیده بودم پرید. حالا کونه گشادت جمع کن، بیا بالا. به تخمم تو چی استعداد داری مادر جنده. سب کن ببینم. مامانش که زن خودم ریدم تو این وضعیه. بابا صدات نمیاد. یه چی راجع به مامانم گفتی؟ نه پسر جون، من گفتم بگو استعدادت چیه. به تخمم که استعدادت چیه، بگو دیگه. بابا من قراره یه شخص بزرگ در این جامعه بشم، قراره با استعدادم باعث افتخار تو و مامان بشم. من میخوام حمال بشم. معلوم است چی میگی خارکسه. مملکت حمال نیاز داره، من حمال میشم. حمال خوش چونت میذارم. من دوست دارم صاحب کارم تخریبم بکنه. دیگه کافیه، الانه که سکته کنم.